آره پرونده‌ش هم کامله. فقط تو رو خدا دارم چند بار بهتون میگم، خودش نمیدونه. آره شوکی حرف میزدی؟ با دکترت. آره دکترم. دیوونم که افتادم دنبال تو. خانم کجا باید بریم؟ عزیزم خودت اومدی، مگه من گفتم بیا؟ مستقیم لطفا. خب خانم آخه دقیقاً تو کجا باید مستقیم بریم؟ تو نگفتی بیا ولی مجبورم کردی. چرت نگو، به خاطر ماشین اومدی. آره من هیچ وقت به خاطر تو هیچ غلطی نکردم. به خاطر ننم 2 سال آب خنک خوردم که تو هر کاری خواستی بکنی. بهت گفتم کار کن، هیچ کاری رو که درست انجام نمیدی. گولی خوردم. تو گول خوردی؟ آره حق با توه. تو باید بازیگر میشدی. آره ببین اصلا من مقصر. و همینجوری که نمیشه گاله رو باز کنی. مگه میشه با تو حرف زد همیشه عصبی؟ من همینجوری الکی که عصبی نمیشم. ببین همین الانشم داری کار میکنی که میدونی عصبی میکنه. جناب هر کیلومتر میشه 1000 تومان. پولم میخوای؟ بخاطر این بود. تو با همه دعوا داری، با این آقا هم دعوا داری. آقا کرایتون با من. آقا کرایتون با من. اصلا چه ربطی داره؟ باقیش مال خودت. عزیزم اینو کی زدی؟ خفه شو عاشق عوضی، خفه شو! ور میکنه ور فقط ور میکنه. خوب من عصبیم. تو چه غلطی میکنی؟ من چی؟ ما چرا سواری ماشین شدیم؟ دیدی که داشتم با تلفن حرف میزدم. آره دکترم. به ابوالفضل که دکترت بود گفت قرصش حتما بده بخوره. بیا بگیر چکش کن. بیا میگم. شما میخوام این قرص دیوونم کنی. چه حرفی؟ دیوونم کنی که از شهرم خلاص شی. دیدی چیزی نبود؟ نبایدم باشه. خجالت بکش. چرا من با خجالت بکشم وقتی من 6 ماه زندون آزاد شدم؟ اون وقت تونستم که تو شکمت 7 باشه. خدا لعنتت کنه، تو 3 ساله که آزاد شدی. چه داری میگی؟ یعنی من نمیدونم کی آزاد شدم؟ به قرآن که دارم 3 سال ازت نگهداری میکنم، دیگه نمیتونم. 3 سال. هی میگه 3 سال.
خانم دقیقاً کجا باید برم؟ ببین به این مرتیکه بگو دهنشو ببنده من بفرست میذارم تیکه تیکش میکنم عجب گیری کردیم پایین آقا برو پایین برو پایین آقا. خانم به قرآن به خاطر اینکه گفتین حالش بده تا اینجا تحمل کردم. مرسی. دارم میبرم تحویلش بدم. بهش گفتم قاطی کرده. خب من چیکارم؟ فکر میکنه من همدست شما. به همه شک داره. از وقتی که من خرجمونو میدم فکر میکنه دارم بهش خیانت میکنم. ولی آدم بدی نیست. ببخشید. بیا بگیر. گویی هستی بخور دیگه. من تا باری یه بارم دست رو زرم بلند نکردم. خب که چی؟ تو اسم چیه؟ چرا؟ میگم اسم چیه؟ میگه چرا؟ صمد. صمده؟ جهانی. آقا صمد عمه منم تو 50 سال زندگیش حتی یه بارم فحش نداده. میدونی چرا؟ آره؟ برای اینکه لال بود. در عوضش تو خوب جبران کردی. خفه شو. خودت خفه شو. تو اول باید اثبات کنی ببینم چه غلطی کردی. آره من 3 ساله که آزاد شدم. اصلا میفهمی چی داری میگی؟ نه فقط تو میفهمی. داری اشتباه میکنی. 10 سال ما بچه نداریم. تو این هیرو برین کره کجا پیدا شد؟ میخوای روزش هم بهت بگم؟ اصلا کی گفته من بچه بخوام؟ بی شرفم اگه فردا نرم نمیزم. چرا فردا همین امروز باید بزنی؟ خفه شو آشغال، خفه شو آشغال عبزی بیشور پرفیوز. برو گم شو پایین. من از تو دیوونه ترم. آقا تو رو خدا. خانم هیچی نگو خانم. به خدا از همینجا معلومه. برسونمون. ازتون خواهش میکنم. اون پوشه رو بده من. پوشه رو بده من. پوشه رو بده. بده من. همینجاست. همینجاست. به خدا که اگه دست من بود نفری یه آمپول هوا به همه تون میزدم تا همگی راحت شیم. خیلی پوفیوزی. اگه جای من بودی همین کارو میکردی؟
حالا که بچه دار شدی این بهترین کاری که من تحویل بدین ها. به ابوالفضل که دکترت بود گفت قرصاش حتما بده بخوره. بیا بگیر چکش کن. دیدی چیزی نبود؟ این گوشی مال زنته؟ شما میخوام این قرصا دیوونم کنی. میخوای دیوونم کنی که از شرم خلاص شی. چند وقته دارن بهت قرص میدن؟ شیش ماه زندون آزاد شدم. اون وقت تونستن که تو شکمت 7 باشه. دارم میبرم تحویلش بدم. بهش گفتم قاطی کرده. ببین آقا اون مرده دیوونه نیست، کار این زن است براش پاپوش درست کرده. عزیزم چه حرفی میزنی؟ تازه تو کیفش هم پر قرصه. دادمون اونو دیوونه‌اش کنه. آقای صمد جوانی شمایی؟ بله من صمد جوانی. شما نگران نباش، با ما بیاد بریم. عزیزم آروم من باش. چیو نگران نباشم؟ بیا شما کاریت نباشه. یه لحظه گوش کن، تو کیفش هم پر قرصه. خودم میگم چیو نگران نباشم. میدونم چی میگی. میگم دستش هم الکی بسته، تو کیفش هم 2 تا گوشی بوده. اصلا نگران داداش نباش. نترس. این حرفا چیه میزنی؟ نگران نباش. برو. شما بیا من توضیح میدم بهت. نگران نباش بیا. حروم زاده ها. آقا آروم ببرینش تو رو خدا. اذیتش نکنی. ماشینه منه. من دیوونه نیستم، اون دیوونه است. بابا ماشینمو دارم میبرم. بابا ماشینمو دارم میبرن. منو به اون دیوونه است. بابا آخیش باز داری چی میمیسی؟ هیچ. بگو دیگه. تو 2 تا گوشی داری؟